مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزی میگه منم داشمی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید، حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. یه معذرت خواهی هم میکنم، یه مقداری صدام گرفته، علائم سرماخوردگی یا شاید هم حساسیت آلرژی، نمیدونم چیه، ولی خب صدام از صبح تا حالا بالا نمیاد. اما این نکته خیلی مهمه میخواستم بهتون بگم، اونم در خصوص پشت پرده انتشار یک ویدیویی که به اسم ویدیو دختری که مثلا فورسام بود، دختری رشتی که با 3 تا پسر بود و خلاصه ویدیویی که حسابی تو فضای مجازی وایرال شد. اول در توییتر و بعد از اون هم کم و بیش در کانال‌های مختلف تلگرامی که من هم جزء اولین ها بودم که دسترسی بهش داشتم، اما منتشرش نکردم و حالا خیلی دوست نداشتم که حالا تا قبل از اینکه اصل ماجرا رو هم بدونم بیام و راجع به پشت پرده‌اش صحبت بکنم، با اینکه خیلی پیام و دایرکت و کامنت و چیزهای مختلف دریافت کردم که آقا بیا راجع به پشت پرده این ماجرای فورسام هم صحبت بکن. الان اینکه وقتی یه چیزی وایرال میشه و توی فضای مجازی خیلی راجبش صحبت میشه، شما بدونید که یه جای کار میلنگه، یعنی یه جای کار اصطلاحاً بو میده و این وایرال شدنه، یعنی تجربه من تو طول این سالها بهم نشون داده که شاید با هدف و نقشه و حیله و چیزهای مختلف بود. اما حالا یه مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنیم که یه عده میگفتن که فورسام یعنی چی. ببین، ما توی ایران یه دونه تریسام داریم، داشتیم. فورسام که قفل بود همه جای دنیا، حالا تو ایران قفلش دوست نداشتم. یعنی تری یعنی 3 1 2 3 توضیح بدم، یعنی 2 تا از یه جنس، یه دونه از یه جنس دیگه میشه توسام. حالا مثلا میشه 2 تا دختر یه پسر، یا 2 تا پسر یه دختر میشه تریسام. یه توسام هم داریم. یه توسام چی؟ مثلا طرف یه روز با اینه، یه دونه روز با اونه، یه روز جمعی از آدمان، کلا خیلی هم مده تو ایران، امروز با اینه، فردا با اونه، پس فردا یه توس. یه دونه هم وانسام داریم. حالا وانسام چی؟ این دوستمون خیلی دیگه با گلنار و مولنار و کف دستی و اینا با جمعی از آدما تصویرشون میزنه، تصویرشون پس 1 2 3 آهنگ داشتیم. فورسام نداشتیم، یعنی من نگاه کردم توی یه سری از این سایت مایت هم قفله، یعنی شما اشتراک بدی بخری بتونی فورسام ببینی، که دوستان رایگان زحمت کشیدن و این قضیه رو برای ما مفتی پخش کردن. و از اون طرف پلیس امنیت اخلاقی و جای مختلف که متخصص نگه داشتن این قضایا و امام انقلاب اسلام هستن گفتن آقا ما گرفتیم تمام این افراد و خواهیاشون رو پاپیون کردیم، بازداشت کردیم، 5 نفر رو بازداشت کردیم، ولی دختره نیست، یعنی جاتره و بچه نیست. دوستان میخواستن برن بگیرن، گفتن مال مفت اون فورسام زده، چرا ما نزنیم؟ یعنی هدفشون از دستگیری و بازداشت این پسرین بود که به منبع اصلی برسن که دختره است، بزنن، حال کنن، برن دختره نیست. اومدن در آوردن، ای بابا دختره فرار کرده رفته ترکیه. البته چیزی که حالا قبلا شایعه دیگه اومده بود بیرون که آره این دختره، حالا میتونم میگم چرا این شایعه اومد بیرون، دختره نه الان نمیدونم افسرده شده، خودکشی یا چیزای مختلف، و به محض اینکه فیلم اومده بیرون ناراحت بوده. و جالب اینجاست که گفتن که این دختره شوهر داشته و 1300 و خورده هم به نیت سال تولدش جناب آقای شوهر براش سکه زده. یعنی ببینید چقدر لوندی کرده، کار خوب در آورده که شوهر هم گفته که آقا مفت چنگت به اندازه سال تولدش هم سکه زده. که الان هم این فیلم اومده بیرون، احتمالاً حالا به حال اعدام خواهد بود تا جایی که من میدونم توی ایران حکمش، برای کسی که حالا رفته با مردای دیگه، حالا این رفته تو پاچش، خلاصه با این قضیه کار نداریم. و جالبه که از اون 3 تا پسر 2 تاشون پزشک بودن، یکیشون قهرمان یه رشته ورزشی، و جالبه که هر 3 تاشون متأهل بودن و 2 تاشون بچه داشتن. و از اون جالبتر این هستش که این فیلم ها رو خود دختره گرفته. من تصاویر کلوز فرند خود این پیج دختره رو هم دارم که کلوز فرند اصلا لخت، حالا
چون خودش کلوز فرندز گذاشته، یعنی با نیت قبلی و قلبی برای یه در دوستاش گذاشته دیگه که اونا ببینن. پس خودش رضایت داشته توی کلوز فرند لخت همه کار اداریشو بذاره که من توی کانال تلگرامی پشت پرده نه، ولی تو کانال پشتیبانش میذارم دیگه. به حال کلاس فرند چیزیه که خودش گذاشته، کسی اجبارش نکرد. و از اون طرف حالا اومدن ادعا کردن و گفتن که نه این دختر رشتی نبوده، شیراز بوده، شیرازی بوده به رشت بوده. حالا توی فرقی میکنه رشت و شیراز و این ور اون ور، شهرش زیاد مهم نیست، مهم اون عمله است. و اینکه دوستان اومده بودن گفته بودن که صدای این بچه های مظلوم فرسام باشید. چجور صدای افراد باشن به آه و ناله جوری بکنم صداشون به چه مظلومیتی؟ شما متأهل بودید، 3 تا متأهل رفتید با یه متأهل دیگه. البته مش نمونه خروارا تو مملکت ما از این دست فیتیشا زیاد داریم. قبلا هم گفتم ما تو مملکت یه چیزی داریم به اسم سویچ پارتی. چیه سویچ پارتی؟ آقای دست زنشو دوست دخترشو میگیره، معمولا باید زن باشه، یعنی شرط سویچ پارتی اینه که زنت باید باشه، یعنی اونجا که رفتی فیتیش اینه که زن باشه. بعد با شناسنامه برید زنشو که تاییدتون کنن عضو کلوپ سویچ پارتی بشید. دست زنتو میگیری میری سویچ پارتی و زنتو تو ماشین میذاری و میری تو سویچ پارتی. کلیدتو میذاری تو یه دونه ظرف میندازی توش، میری داخل. حالا صحبت و گپ و گفت و فلان و اینا همه که گذاشتن اونجا اینطوری تکون میدن، یه کلید ور میداری. اگه کلید خودت باشه بعد دوباره بندازی توش، اگه مال یکی دیگه باشه میری بیرون تو پارکینگ میزنی و میری با زن یارو. ولی این فیتیش در همه دیگه بعد ببینین که بعد گزینش هم دارن دیگه، یعنی بعد زنه خوشگل باشه، خوش تیپ باشه، یه قدی داشته باشه، تخمی تو برای نمیتونه بری تو سویچ پارتی. اونم آماده دادن. این سوار میخوام بگم شما توی این مملکت میخواید صدای فرسان بگم همچین فیتیشای وجود داره، گروپ وجود داره، این با زن اون میره اون با زن این میره، اصلا لذت میبرن از این قضیه. بعد از اون اومدن گفتن که دختره رفته ترکیه و از پسرا باج خواهی کرده و گفته که باید نفری 2 میلیارد بدید که من فیلمتون رو پخش نکنم. قیمت کم گفته ولی قیمت همکارشون گفته باید نفری 2 میلیارد بدی که من فیلمتون رو پخش نکنم. اونا هم فیلم رو که دیدن پشماشون ریخته، 2 میلیارد همشون دادن، بچه پولدار هم بودن دیگه. باش خانم 6 میلیارد زده به جیب و بعد از اینکه فیلمو به اونا فرستاده گفته پاک میکنم، بعد تو شبکه‌های مجازی وایرال کرده، به خاطر اینکه راحت با انتشار این فیلم‌ها خیلی میتونه شیک و مجلسی تو کشورهای مختلف پناهندگی و اقامت بگیره. بگی آقا این اتفاقات و ارتباطات تو کشور خودم ممنوع، تو اون کشورها هست. یه خلاصه مراقب باشید دیگه، رفتید با یه کسی رابطه برقرار کردید حواستون باشه که فیلم و اینا نگیرید، همینجوری میره تو پاچتون. یعنی قیمت همکار هم باتون حساب میکنن، قشنگ راحت نرم از بغل به فنا میرید و خیلی شیک و مجلسی بود. حالا شنیدیم که یکی از اون پسرها خودکشی کرده و یکی دو تا دیگه‌شون پیجشون رو پاک کردن و رفتن پی زندگیشون و حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. البته این اعترافاتی بوده که خودمون دو سه تا پسر کرده بودن و گفته بودن که آقا دختره کو، اون دختر از ما پول گرفته بود این فیلم رو پخش کرده. خلاصه میخوام به شما بگم که مراقب باشید و کل داستان این فرسام این بوده. منو هم سوراخ نکنید تو کامنت راجع به فرسام. من خودم اصلا علاقه به پخشش نداشتم تا ببینم اصل واقعیت چیه. اگه فیلم لو میرفت بحثش فرق می‌کرد، ولی چون فیلم با رضایت خودشون اومده بیرون و دوست داشتن، اون داستانش یه چیز دیگه است. و اون کلوس فرند هم خود دختر است، یعنی پسرا باش نیستن. یعنی اگه پسرا تو اون فیلم کلوس فرند بودن من منتشرش نمی‌کردم، چون پسرا رضایت نداشتن، خود دختر رضایت داشته که این فیلم‌ها پخش بشه. ولی یه عده من میرم با افتخار من این فیلم‌ها رو پخش می‌کنم که خود من منتقد اصلی این اتفاق است. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و دوستان که شما هم نظرتون رو بذارید و نظرتون راجع به فرسام و تریسام و توسام و واسام بگید. ممنون که تا این لحظه ما بودید. ببخشید من این صدام هم گرفته. چکریم.